سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. به درخواست دوستان داخل کانال تلگرام آکادمی پلکان آپدیت تحلیل سهام شرکت فولاد مبارکه رو براتون آماده کردیم. اگه ویدئوهای قبلی رو ندیدید حتما ببینید که متوجه نکاتی که الان میخوام بگم بشید و یادتون نره که چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید. ویدئو قبل اگه یادتون باشه گفتیم که سناریوی نزولی قوی تره. روز 21 مهر بود که من تحلیل رو براتون ضبط کردم و گفتم که سناریوی نزولی برامون قوی تره، چرا که ساختار نزولیه و قیمت داره سقف و کف‌های پایین تر از هم میزنه. و گفتیم که اگه قرار باشه روند صعودی بشه و قیمت حالا فولاد مبارکه ساختار صعودی به خودش بگیره و به سمت بالا حرکت کنه، گفتیم باید مقاومت 462 تومن بشکنه که میبینید این اتفاق نیفتاد و در نهایت قیمت اومد به این اوردر بلاک برخورد کرد و یک کف پایینتر تشکیل داد. در واقع یه BOS جدید برای ما ثبت کرد. از طرفی هم گفتیم که یه اوردر بلاک تو تایم ماهانه تو تایم هفتگی مشخص کرده بودیم که گفتیم 50% و زیر 50% این ناحیه اگه تاییدیه دیدید میتونید دنبال موقعیت‌های خرید باشید برای صعود قیمت که میبینید دقیقاً از همین ناحیه که مشخص کرده بودیم حداقل 12% تا الان رشد کرده. در حال حاضر چه سناریویی میتونیم برای فولاد مبارکه در نظر بگیریم؟ ببینید آخرین سقف نزولی که ما برای فولاد مبارکه میتونیم در نظر بگیریم اینجا هست و خیلی ها هستن میگن که خب اگه این سقف شکسته بشه ساختار میخواد صعودی بشه و دنبال موقعیت‌های خرید برای صعود قیمت هستن. سناریویی که حالا تیم تحلیلی آکادمی پلکان داره چی هست؟ ما انتظار داریم قیمت بیاد این ساختار این سقف رو بشکنه حوالی 428 تومن. این سقف رو بشکنه و حتی این اوردر بلاک رو هم هاند کنه و زمانی که این اوردر بلاک رو هاند کرد مجددا ریزشی بشه. چرا که چون ساختار همچنان نزولیه و از طرفی زمانی که اینجا قیمت داشت میرفت بالا یه سری لول اینجا بوده که باید اینا رو میتیگیت میکرده، مصرف میکرده، بهشون برخورد نکرده و اینجا میتونه دوباره بعد هانت این اوردر بلاک مجددا نزولی بشه. اما این نزولی شدن میتونه تا کجا ادامه داشته باشه؟ اگه بیاید تایم ماهانه رو بررسی کنید، اینجا ما اومدیم یه ناحیه FVG داشتیم مشخص کردیم که این ناحیه FVG خودش باعث شده که قیمت بیاد و به سمت پایین حرکت کنه. بنابراین زمانی که قیمت اومد به محدوده 368 تومن تا 353 تومن اگه به این ناحیه رسید و تاییدیه داد، اینجا شما میتونید روی این محدوده قیمتی که الان گفتم دنبال موقعیت‌های خرید باشید برای صعود قیمت و حتی ممکنه از همینجا مجددا قیمت یه حرکت صعودی خوبی رو آغاز کنه. پس حواستون باشه اگه قیمت به این ناحیه رسید میتونید با گرفتن تاییدیه بر اساس استراتژی شخصی خودتون دنبال موقعیت‌های خرید باشید. تارگت هم که خب فعلا الان نمیتونیم مشخص کنیم چون که باید مشخص بشه اینجا زمانی که قیمت داره میاد پایین به چه صورت میاد، ولی احتمال میره از همینجا نه تنها این شرکت بلکه کل بازار یه صعود خوبی رو به همراه داشته باشه. پس میتونید از این ویدیو حتما برای موقعیت‌های خرید چه برای این سهام و بقیه سهامی که حالا توی پورتفولیو دارید ازش استفاده کنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. بهترینا رو براتون خواهانیم. موفق و پرسود باشید. تیم تحلیلی آکادمی پلکان.